از بزمی فلک سیق صفا میماند اندر دلیم مهر و وفا میماند. هاشم تاج‌الدین فلک میخواند. در خانه او برای فلک سرایی دوتا روداف و تبلک همیشه جور است. صدای فورم آوازی هاشم با نوای دوتا روداف به دل آدمان راه یافته. سال تا سال مخلصان این ژانر موسیقی در شهر و نواحی‌ها زیاد میگردند. با هنر فلک سرایی هاشم را اکنون نه تنها در شهرک زحمت‌آباد ناحیه واسه بلکه در مقیاس جمهوری میشناسند. وقتی که ما در ارمیا رفتیم در اونجا کنسرتی مجدنارود کنسرت شد. در اونجا ما برآمد کردم ای اونجا آمدم اینا ای سال ای عسکری آمدگی ما 20 ساله که ما آوازخوانی فلکم. تگی چویلوبی توکی صحنه حولی با منظره طبیعت رنگین پر از انگور و محصولات‌های دهقانی با زحمت هاشم به ثمر رسیده همراه با عمک رحمت الله با شکرگزاری از تنجی و آبادی کشور عزیزمان تاجیکستان آنها همه روز فلک میخوانند. فلک چی داد؟ این فلک یک پند حکمت فلک زندگی فلک درد فلک ایجادکارای هست که در خود همین جوده همین سوهای فلک نویگاری ها حتی به وجود آوردن. فلک رو من ایوبی میخواند در وصف پدر بینید که ریتم و رویش همون سرود درد دل است. با واسطه فلک مثال به مخلصان پیشکش میکنه. پدر از شوق دل در کو دکی دستی پسر گیرد با امید کی در پیری پسر دستی پدر گیرد. جهانی گشتن این ژانر صنعت موسیقی ملی ذوق هاشم را با فلک باز هم زیاد گردانید. اکنون در این ناحیه 100 ساله ها آواز این موسیقی ملی صدا خواهد داد. کامران جان بچم در انسامبل فلک کار میکنه. کنسرواتور را خوند بود کرد. اینا پسرش اینا الکای تولک میزنه. اینا بیلول جان پیروی پدرش کامران پیروی پدرش پیروی مرا کرد. با خواندن فلک هاشم با گرد آوردن سازهای ملی مشغول است. از دوتا روداف و تبلک یک چند عدد جمع آورده است. انا این دوتور میگوید که از استاد آدینا هاشم با او یادگار مونده همیشه روی دست است. ایسینی خوردیم پر ما شادروان آدینا هاشم گوش میکردم با تمام حسیات. در وقتی که آدینا هاشم یگان برآمد تلویزیون یا رادیو میکرد حرکت میکردم که آدینا هاشم گوش کنم و تماشا کنم. پر ذوقی بلندی آدینای هاشم دارم. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.